بیدار شدن در ساعت 5 صبح فقط یک عادت نیست، یک سبک زندگی است که خیلی از افراد موفق دنیا از آن استفاده میکنند. در ادامه 5 دلیل مهم با مثال و مقایسه با افراد تنبل براتون توضیح میتونم که چرا انسان هایی که موفق هست همیشه از بقیه زودتر از خواب بیدار میشه. دلیل اول، یک شروع قدرتمند در روز است. وقتی ساعت 5 بیدار میشی قبل از همه جلو هستی، از همه بیشتر کار میکنی. مثلا میتونی ورزش بکنی، برنامه ریزی بکنی یا مطالعه داشته باشی. انسان های تنبل ساعت 9 یا 10 بیدار میشه و با عجله روزش را شروع میکنه. یعنی اگر مقایسه بکنی یک شخصی که ساعت 5 بیدار شده با یک شخصی که ساعت 9 بیدار شده، حداقل هر روز تو چند ساعت بیشتر وقت داری؟ 5 ساعت وقت بیشتر داری. هر روز 5 ساعت، در 10 روز 50 ساعت، در 100 روز 500 ساعت. اصلا قابل مقایسه نیست. نکته دوم، تمرکز بالا و ذهن آرام. صبح زود ذهن تازه و محیط آرام برای شما برنوان میاره. مثلا اگر درس بخونی یا کار مهمی انجام بدی، کیفیتش خیلی بهتر است. اما در مقابل انسان تنبل شب یا دیر وقت کار میکنه یا یکی مصروف صفحات اجتماعی است و باعث میشه که ذهنش خسته و پراکنده باشه. سومین نکته، افزایش نظم و انضباط. بیدار شدن زود به تو حس کنترل روی زندگی رو میده. مثلا کسی که 5 صبح بیدار میشن مثلا معمولا برنامه ریزی دقیق تری داره، یعنی نظم خاصی داشته که هر صبح 5 بجه بیدار میشن. حتما کدام کاری برای انجام دادن هست که 5 صبح بیدار میشه. اما انسان تنبل بدون برنامه ریزی زندگی میکنه و کارهایش به عقب میفته یا خودش کارهایش رو به عقب میندازه. نکته چهارم، زمان بیشتر برای رشد شخصی. تو وقتی اضافه پیدا میکنی که خودت را چی کنی؟ بهتر کنی از روز قبلتر. و از کسایی که خواب است حداقل هر روز 5 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت بیشتر وقت داری. مثلا یادگیری مهارت جدید، مطالعه کتاب یا کار روی هدف. انسان تنبل وقتش را با موبایل و شبکه‌های اجتماعی چی میکنه؟ تلف میکنه. نکته پنجم، انرژی و اعتماد به نفس بیشتر. وقتی زود بیدار میشوی احساس موفقیت داری. خب مثالش ببینیم. قبل از شروع روز چند کار مفید انجام داده و حس خوبی داره. اما در مقابل انسان تنبل روزش را با احساس عقب ماندگی و بی‌انگیزگی شروع میکنه. خلاصه کلام، آدم‌های موفق میگن من روزم را میسازم. آدم‌های تنبل میگن ببینم روز چی میشود. اگر از این ویدیو خوشت آمد لایک و سابسکرایب یادت نروه. انشالله که تنتان سالم و جیبتان پر از پول باشد.